یه ذره ترکیب مشکل داره حالا که فکر میکنم، چون ترکیب اون ترکیب درستی نیست حساب ترکیب من، چون مسی و بعد داخل باشه من ترکیب چیده اون ولی رودری مثلا جایگزین هست. خب بازی رو آغاز میکنیم با یادم خدا چقدر چیز. خب ترکیبو که برای جفتتون گفتم ترکیبو، حالا رئال مادرید مصاف بارسلونا ببینیم کی بهترین عکس العمل نشون میده. خوب از امباپه میره که دروازه رو باز کنه، کیمیچ که نیست، رافینیا خوشو به خودش. حالا گوندوغان ایگا یعنی کارواقع تو سیو خوشگل تیمو کرد. وینی جونیور میره که موقعیت سازی کنه برای مادرید که اشتباه بازی میکنن. تو نیست دقت کنین، هالند هم باید داخل می بود که نیست. اینجا مندی یه چک و در نهایت مستیو تیمو کورتا واجد میشه. رافینیا تو زمینه توپگیری هم کرد، یه پاس هم کریم بنزما میده فیل فودن. حالا بنزما برای وینیسیوس جونیور، تکلیف بنزما. حالا وینی جونیور رد میکنه کانسلو رو رد میکنه یا نه؟ بابا خطا. کریستیانو رونالدو پشت این توپه، میتونه فودن هم حتی قرار بگیره. خب دفاع دارن خالی میکنن. خوبه فیل فودن ضربه رو میزنه و در نهایت به گل به خودی تبدیل میشه. رودری به دنبال توپه، حالا ژائو فیلیکس مالک توپه. فیل فودن میره که توپ گیری کنه، ناموفق. حالا دنی کارواخال کانسلو رو خیلی زیبا متوقف میکنه. حالا فرصتشو داره. جود بلینگهام میده کریستیانو رونالدو. کریستیانو یه خطا دیگه، بارسایا دیگه روی اونم به خطا. آنتونیو رودیگر یه شوت اومد بزن اما جالب نبود. رافینیا توپ همچنان دیونگ، فرانکی دیونگ داد به رافینیا. تیمو کورتا دوباره مصاف این بازیکن برزیلی مقاومت میکنه. کورتا به بیرون میاد و توپ رو در اختیار میگیره. رئال مادرید بازیکن وینیسیوس جونیور، ترکیب بنزما ببینیم به گل میرسه یا نه. اشتباه ضربه بعدی که وینیسیوس جونیور به توپ زد که باعث شد مادرید به گل دوم دست پیدا نکنه. کنیم بذار کریستیانو رونالدو برای وینیسیوس جونیور ضربه رو میزنه و دوباره گل تبدیل نمیشه. ضربه کریستیانو رونالدو که نه، وینیسیوس جونیور. میکنم بدم تو رو من دستت. کریستیانو رونالدو به دنبال حالا فورتاچو داره. لواندوفسکی فورتاچو دارن بازیکنای بارسلونا. دنی کارواخال یه دخالت ریز میخواد انجام بده اونجا، این کارو به خوبی انجام میده. حالا فیل فودن میاره، اشتباه میرینه. فیل فودن به دنبال جا کانسلو میده به ادر میلیتو. چه مقاومتی میکنه مسافه این بازیکن. حالا تیبو کورتوا، حالا فرار از امباپه میبینیم. کیلیان امباپه حالا بازی رو باز کردن به سمت فیل فودن با یه افتضاح نمیتونه دروازه رو باز کنه. اینجای کار و مادریدیا هم اینجا بهتر عمل کردن. میلیتو پنالتی میده. نه بلینگهام بود. جود بلینگهام پنالتی میده. حالا لواندوفسکی مسافه تیبو کورتوا لهستانی مسافه بلژیکی که لهستانی برنده است. بازی رد میکنه همه رو. امباپه خطرناک. حالا یه سال برای کریستیانو رونالدو. حالا مادرید دومی شو هم میگردن. بازی چجوری میگذره. رودری مالک توپه، بنزما به دنبالش. حالا امباپه میره که کمک دفاع کرده باشه. داره گوندوغان که ادر میلیتو اونو به راحتی متوقف میکنه. امباپه کندر پیش رو خوش بر نمیتونه داره. حالا فرصت داره میلیتو به دنبال توپ. حالا رافینیا میلیتو به دنبال توپ. گیری از این بازی کنه ناموفقه. حالا فرصتشو دارن بازی کنه اگه بارسلونا. جا فیلیکس و در نهایت هم تیبو کورتوا که رو مهار میکنه. تیبو کورتوا میدرخشه در ترکیب مادرید تا اینجای کار. فرصت دارن. ادر میلیتو یه پاس صدرایی کرد. حالا فرصتشو داره لواندوفسکی. جو فیلیکس رو دروازه که دوباره باز نمیشه و نیمه اول به پایان میرسه با نتیجه 2-1
رئال مادرید. امیدوارم از گذشته نیمه اول خوشتون اومده باشه. تا نیمه دوم فعلا در خدمتتون هستیم. هم توی میونی رئال مادرید در نیمه اول 2-1 تونست بکوبه این تیم رو در سانتیاگو برنابئو. ببین در ادامه چه اتفاقی میفته. عملکرد خوبی در وینیسیوس ندیدیم، دوتا تک تک رو خراب کرد و بیاد برای وینیسیوس جونیور دوباره خراب میکنه این ضرباتو. خب فیل فودن میره که سانت کنه. فیل فودن میاره روی سر کریم بنزما. حالا بیلینگهام ضربش اومده بزنه که رافینیا نمیذاره. دنی کار بخواد برای آنتونیو رودیگر، گل نکرده. یعنی مادرید میتونست با نتیجه نهایتا 5-1 تا الان جلو باشه، نه 2-1. فرصتشو داره. حالا فوتبال رو به این اشتباهات. فیل فودن مالک توپه که توپ رو از دست میده متاسفانه. حالا بازیکن بارسلونا جان فیلیکس به فرانکی دیونگ دوباره لواندوفسکی میتونه دروازه باز کنه که فلامندی اجازهشو نمیده. اینجا آنتونیو رودیگر میده به امباپه فرانسوی به کورس بالایی که داره، به کمتر کسی میتونه بهش برسه توی سرعت. وینیسیوس جونیور رفته، امباپه خودش ضربه رو میزنه و راهی دروازه میشه. در زمینشون سانتیاگو برنابئو مصاف بارسلونا. حالا اینجا رافینیا به دنبالش هست، امباپه توپگیری میکنه. کیلیان امباپه اینجا میاره رو دیگه که فرانکی دیونگ روش انجام میده. وینیسیوس جونیور رد میکنه کانسلو رو، میده به کریستیانو رونالدو که دارن پاسکاری قشنگی در وسط نیمه انجام میدن. بازیکن بارسلونا فرصتشو دارن که گلزنی کنن بارسا. فرانکی دیونگ مسافش آنتونیو رودیگر که متوقف میکنه این بازیکن هلندی رو. حالا فیل همچنان مالک توپن. رودریگ میره به گوندوغان. حالا فرصتشو داره آنتونی رودیگر که دفاع رو پرس کنه، این کار به خوبی انجام میده. حالا مالک توپ خطرناکترین بازیکن مادریدی ها یعنی امباپه تو کورت کندر پیش رو خودش ور میداره. یه دریبل برتر اومد انجام بده، دریبلش زیاد جالب. حالا اینجا رو ببینید، رافینیا با یه اشتباه از فلامندی جا میندازه. حالا فرصتشو داره و دنی کار بخور به این راحتی نمیذاره مادرید گل بخوره. وینیسیوس جونیور رد میکنه این بازیکن رو. یه پاس اومد بره که زیاد جالب نبود و حالا گوندوغان مالک توپه. فرصتشو دارن بازیکن بارسلونا. رافینیا که میره گل بزنه. این سری مندی آگاهانه انجام داد کارش، اما دوباره رد شد ازش. امباپه ضربهشو میزنه و در دستان آنتون ترشتگن قرار میگیره. کریستیانو رونالدو به دنبال توپ از اینجا. حالا ببین چه اتفاقی میفته. دنی کارواخال اینجا ادر میلیتائو به دنبال گرفتن توپ از فرانکی دیونگ. رودیگر در نهایت متوقف میکنه. تکل خطرناکی بود اما تکل به جایی بود. فرصتشو دارن و در نهایت فکر کنم پنالتی. بله دقیقه 80 بازی مادریدیا پنالتی دادن به بارسا. حالا بارسا میتونه نتیجه رو به 1 گل برسونه. ببین بازی میشه 3-2 یا تیمو کورتوا مسافش برتری نشون میده. تیمو کورتوا سمتش پرید اما در نهایت خود لواندوفسکی. امباپه میاره برای وینیسیوس جونیور میاره برای کریستیانو رونالدو با یه شوت محکم پشت 18 نزدیک بود که به گل برسونه مادرید رو. بنزما میاد که ساند کنه. کریستیانو رونالدو میره که هد بزنه. این سری میلیتائو از کجا میاد و گل زنی میکنه برای مادرید. 3 گل از بارسا جلوه تا اینجای کار. مادرید قدرتمند زور کرد. حالا فرصتشو دارن بازیکن بارسلونا به دنبال توپن. بارسا رئالی ها اینجا میلیتائو به دنبال توپ. حالا امباپه میره که توپ جا کانسلو رفته باشه و میلیتائو در نهایت لواندوفسکی مالک توپ. فرصتشو داره رافینیا. تیمو کورتوا با یه اشتباه نزدیکی دروازه خودشو بازی این کارو انجام میده. با یه اشتباه از سمت تیمو کورتوا. های آخر وینیسیوس جونیور رد میکنه بازیکنانو. کنده و البته کنده نبود و گوندوغان بود. این کار گوندوغانو محو میکنه وینیسیوس جونیور. حالا این سم امباپه فرانسوی یه پاس برای کریم بنزمای فرانسوی میده و دروازه‌ای که باز نمیشه متاسفانه. رئالی ها دوباره میان سمت کورنل زدن. اینجا بنزما سانت کنه برای کریستیانو رونالدو. دوباره مادریدی ها خطرناک این تیم. لواندوفسکی میده به رودری. حالا فرصت فرار کردن رو داره. رودری میلیتائو رفت تو پاش اما ثمری نداشت. فرصت هست برای این تیم. یه تکل خیلی خوشگل از فلامندی و تمام.
تمام میکنه مادرید کارو. بازی بعد 4-2 به پایان میرسه. امیدوارم از این بازی و از این گزارش خوشتون اومده باشه.